پاروهای محلی و یخامانی در زمستان به درختان مفید است. در این باره محیدین عبداللهیف مدیر سکتور نهال پروری در فیلال انستیتوت باغ پروری و سبزوادکاری در ناحیه باباجان غفورov به ما اطلاع داد. وی میگوید که در فصل زمستان نگاهبینی درختان بسیار نازک میباشد، چون که احتمال سرمازنی به درختان موجود میباشد. اگر دهقانان سری وقت سرمازنی را پیشگیری نکنند، حاصل دلخواه به دست آوردن نمیتوانند. خب البته کدام وقت موندن که هنگامی که هم میوه‌هایی که چینده میگیریم یا محصولاتی که در بین قطار می در زمین کشاد می کش کرده میشه گنداشته میگیریم، ما باید که بعد از گذراندن یخابمانی حتما که زمین یخ بندد. همون وقتی که ما آبیاری میکنیم زمین یخ بندادگاه یخابمانی حساب میشه. افضلیت یخابمانی یکی از افضلیتش همین برهم دادن تخمی‌های بیگانه یا تخم‌های حشرات‌ها باشد. دومش این همون وقتی که ما شودگار گذرانده یخاب میمونیم، نمی گنجایشی همون خوب بلند میشه. سالی دوم درجه افضلیتش همین که هنگامی که ما یخاب دو روز گذرانیم زمین یخ کند، اگر در بعضی منطقه‌ای که حرارت سردی هوا اولی بهار بر وقتی میبیاد و به همون گلکنی درختان تاثیرش میرسند، یخاب گذرانیم اگر همون گلکنی سالی دیرتر میرد و همون موسم اولی بهارانگی سردی های گذرانده بعد گل ماند. همین افضلیت بهترین. در فصل سرما اولین عملی که باید هر دهقان اجرا نماید این شودگاری میدانی درخت می باشد. سپس بریش شاخهای علاوگی درخت توصیه داده می شود تا شکل خود را صاحب شوند. بریش شاخهای درخت در زمستان هنگامی صورت می گیرد که 70-80% برگ درخت ریخته باشد. نهال پروری نازکی های خود را دارد. اگر حرارت هوا از 28 درجه پایان فرآید درخت پر از حاصل می ماند، میگوید متخصص ساحه باغ پروری. دوم مسئله همین که بریش کدام وقت گذرانده میشه. بریش هنگام حرارت از 4 گرادوس پس شدن بریش گذراندن منع کرده میشه. برای با کدام خاطر؟ با اون خاطری که درخت‌ها هم قسم بیرونی پوستشون یخ میبندند، هنگام ما بریدن و استرس میگوییم پوست‌ها میکفدن و آسیب میبینن. حالا برای درختان موسم آرامی است. در این دوره بریش شاخهای آن شودگار نمودن زمین و گذاشتن یخاب به حساب می رود. متخصصان تاکید می نمایند که اگر این کارها اجرا کرده شود، از درختان حاصل خوب را به دست آوردن ممکن است. میبریم بریشی بهاری است. بریشی بهاری کدام وقت؟ همون وقتا میبریم که بعد از گندشینی حاصل ما همون اگر پیشی درختان بریم، درختان شاخه‌های میوه دهنده ها، شاخه‌های نارنجی میگوییم، جیره‌های پبیگ میگن به زبان روسی. همون جیره‌های پبیگ‌های گرفتن نودهای گرفته پرفتن داکو که همون قوایی که برای همون نودهای نارنجی صرف مونند با نودهای همون حاصل صرف کنند نقض میشه، موافق مقصد میشه. درست برای ماندن قاعده‌های اگروتکنیکی موافق مقصد بوده میتواند، همچنین باعث زیاد به دست آوردن حاصل میگردد. در عکس حال درخت از انکشاف باز میماند و ساحه باغ پروری تاثیر خود را میرساند. گزارش غیرتی ابوبکر نسیم جان رحیموف برای برنامه خبر.